اگه تنگه هرمز اینقدر مهمه، چرا یه کانال نمیزنن که کلاً دورش بزنن و مسیرش حذف بشه؟ روی نقشه ساده به نظر میاد. یه خط مستقیم بزنن، کشتی ها رد بشن و دنیا گیره یه نقطه باریک نمونه. این ایده قبلا بررسی شده. کنار تنگه هرمز یه شبه جزیره هست به اسم مسندم که گفتن از وسطش کانال ساخته بشه، اما مسیر به یه مشکل جدی خورد. رشته کوه حجر دقیقاً وسط منطقه است با قله‌هایی بالای 2000 متر. یعنی باید بیش از 100 کیلومتر کوه و سنگ شکافته بشه. بعد هزینه رو حساب کردن. بیش از 200 میلیارد دلار فقط برای ساخت. برای همین هنوز بخش بزرگی از نفت و انرژی دنیا از همین مسیر باریک رد میشه. مسیری که اگر بسته بشه فقط کشتی‌ها متوقف نمیشن. جریان اقتصاد دنیا هم قفل میشه. به نظر جایگزین برای تنگه هرمز ممکنه ساخته بشه یا نه؟ نظرتو کامنت کن. برای دیدن خبرای روز دنیا پیجم رو فالو کن.